سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به کانال اسنوکرستیک. امروز اومدم با یه مقوله خیلی مهم که موقع خرید چوبا زیاد بهش توجهی نمی‌کنید، ولی خب اینو خیلی باید جدی بگیرید. و این مقوله هم توی کیفیت چوب خیلی تاثیر داره، هم توی کیفیت بازی و از همه مهمتر تو قیمت چوبا. حالا فارغ از برند و شکل و شمایل و بات چوب. مقوله اول اصلا خط افت چیه؟ خط افت همون رگه های چوب یا همون آوندای چوب توی تنه درخته و هرچی این رگه ها و این آوندا صاف و خط کشی‌تر باشه کیفیت جنس چوب بهتره، سن چوب میره بالاتر، عمر چوب میره بالاتر و بهتر میشه. مثل اثر انگشت میمونه توی ما آدما و شما توی هیچ چوبی نمیبینید که یه شکل دیگه با یه چوب دیگه یه جور باشه. همونطوری که میبینید خط افت این چوب با این چوب زمین تا آسمون فرق داره. قشنگ مثل اثر انگشت این کار است. این خط افت است. این خط افت همون عمر درخته. هرچی عمر درخت میره بالاتر، یه سال به سنش اضافه میشه، این خط افت شکل میگیره. موقعی که چوب و برش میزنن، این خط افت یا به صورت صاف یا به صورت موجدار نمایان میشه. پس این شد فرق اصلی خط افت. اهمیت این خط افت چیه؟ همونطور که گفتیم هم تو کیفیت بازی تاثیر داره، هم توی قیمت گذاری چوب. این خط افتا هرچی صافتر باشه، هرچی موازیتر باشه، عمر چوب بیشتره، کمتر تاپ برمیداره و باعث میشه که جلوگیری بشه از شکستن چوب یا ترک خورده. یعنی این خط افتا اگه کج و کوله باشه، اصطلاحاً میشه گفتش از قسمت‌های خارجی چوب باشه، چوب درخت باشه، باعث میشه که این چوب بیشتر تاپ برداره. هرچی از دل چوب باشه یا مثلا هرتوود چوب باشه، باعث میشه که این چوب صاف‌تر بمونه، عمر بیشتری داشته باشه و جلوگیری بشه. خط افت داریم به صورت کلی 4 مدل خط افت داریم. یک خط افت مستقیم و موازی که یکی از بهترینا با کیفیت ترین چوبا خط افت مستقیم و صاف دارن. بعدی مایل و موجداره. همونطور که می‌بینید اینا همون احتمال بی‌کیفیت بودنشون هست و اینکه تاپ برداشتنشون. سومین خط افت ریز و متراکمه. همونطور که میبینید خیلی به صورت متراکم و پشت هم و زیاد هستش که چوب سنگین‌تر نشون میده، اما صرفا به معنی خوب بودن اون چوب نیسته. و در نهایت کم تراکم و فاصله دار که این خط افتم به نوبه خودش نمیشه به عنوان خوب شناخت، از اون نمیشه به عنوان بگیم خط افت بدی یا کیفیت چوب میاد پایین. وزن چوب سبکتر میشه، اما خب توی یه سری مواقع کیفیت چوب میره بالاتر، توی سری مواقع کیفیت چوب میره پایین. از این به بعد موقع خرید چوب اسنوکر فقط به رنگ و برندینگش توجه نکنید. خط افتای شافتم کامل مورد توجهتون قرار بگیره، چون توی کیفیت و قیمت گذاری چوب خیلی تاثیر داره. هرچی صافتر و منظمتر و صافتر کیفیت چوب بالاتر. براتون مفید بود لطفاً لایک کنید و کامنت بذارید که خط افت چوب شما چه شکلیه. و اگه دوست دارید ویدیوهای بعدی منو از دست ندید، لطفاً کانالمو سابسکرایب کنید، زنگوله این بالا رو بزنید که بتونید از ویدیوهای آموزشی بعدی بهره مند شید.